شریف به قبرستان بالتوخان محله قلعه نو در شهر خوجند آمده است تا با نگهبانان آن درباره تعمیر مزار گذشتگانش مشورت کند. بر طبق عنعنه مردم شمال تاجیکستان بالای گور سغانه بنیاد کرده لوحه های یادگاری میگذارند و بعضا گرد گور را پنجره میبندند. آباد و آراسته نگه داشتن مدفن گذشتگان جزء از رفتارهایی است که در جامعه تاجیک ادای آن مرتبه شخص را افاده می کند. برای همین فرو رفتن دیوار سغانه گور بابایش برای شریف دردآور است. باران با زمینش با قبر فرو است. خوب. یک یاردمی و شخصی در کار همون برای درست کردن شرایطش همون شکار کردن همدنی از دست ما چی باید باشد ما تیار کردن. در گورستان بالتوخان به سبب کاواک شدن زمین و وزنینی سغانه ها و لوحه های یادگاری گورها ولنگار می شوند که باعث به تشویش نگهبانان آن شده است. مقامات خواستند من بعد جای لوحه های یادگاری وزنین و بنیاد سغانه ها بالای گور نشانه های رقمی گذاشته شود، اما برخی از ساکنان نمی خواهند از عنعنه های چند عصره خود به آسانی دست کشند. برعکس در شعبه دفن شهر خوجند میگویند بر اثر بارش برف و باران قبرهایی که بر بالای آنها سنگ‌های یادگاری وزنین و سغانه ها گذاشته و بنیاد شدند زود فرو ریخته باعث به تشویش خویشاوندان رحلت کرده و مسئولان گورستان ها میگردد. ما به انیمان 13 تا قبرستان دارد، 3 تا نصرانی باشد. اگر در همین 13 تا قبرستان مسلمانی همش ما همین نشانه های تقسیم کرده دادگی همین قربانای و پاسبان‌ها همین نشانه‌های میمونن، ژورنال به قید میکنن، رجیستر میکنن، چون که گفته شده است فامیلشان، نامشان، آدرس تلفنشان، کدام قبر و کدام آدم دفن شدگی همه ژورنال بنوشته میشه. این نشانه‌های فلزی را مسئولین شعبه دین به قبرستان‌ها 100 دانه‌ای تقسیم کردند که ارزشش 50 سامانی است. به قول مسئولان این در قیاس با مصرف بنیاد سغانه و لوحه‌های یادگاری خراجات صاحبان مرده را به مراتب کم می‌کند. یا روح نقدش همین که هم مو رجیستر میشد هم دولت میشد. خب آینده تماما قبر گم نمیشد. یعنی ساکنان در جواب این اقدام مقامات به ما گفتند زیر این سغانه ها یک چند نسل آنها خفتند و نمیخواهند با پذیرفتن اقدام نو از گورهای اولادی محروم شوند. شکل ساختمان های بالای گور در قبرستان بالتوخان در حقیقت بیان رقابت های مالی خویشاوندان است. مقامات گفتند این اقدام را به خاطر یکسان کردن نمود قبرها اندیشیده میخواهند تصور ثروتمندی و کمبغلی را نیز از حاشیه قبرستان ها بیرون کنند. گوری نو 400 سامان بود، گوری کوینه که برای اونجا تازه کرده میمونند 200 سامان بود، همون نرخ ایستاده است. حاضر اول کدام آدمی که اگر کم بضاعت باشد مبلغ جدا کرده میشد برای به حساب دفن صاحب میت به از طرفی همین دفن به یک یاردم پولی میشد. 800 سامان بود. روحانیان ولایت سوغد میگویند ساکنان برای حفاظت قبرها که در کنار مکانهای زیستی آدمان و گذری حیوانات وحشی جایگیر بودند بالای گورها سغانه ها می ساختند. به عقیده آنها حالا که این ضرورت از بین رفته است بهتر است مردگان طبق فرموده مسلمانی یعنی در گورهای یکسان دفن شوند.